مردم تاجیک از گذشته دور تا به امروز عاشق مطالعه کتاب بودند، هستند و باوری کامل داریم که خواهند ماند. شاهدی این گفته های ما این بوده میتواند که ما از گذشته تا به امروز عالمان خیلی زیاد، شاعران و نویسندگان و پژوهشگران و ریاضیدان و خیمیه‌دان های زیادی را داشتیم و زندگی نامی آنها را نه تنها ما، حتی خارجیان و جهانیان مطالعه میکنند و البته سری این موفقیت بدون شک و شبهه و تردید این از مطالعه کتاب بود. هرچند امروز اینترنت یعنی جهانی مجازی توانست تا درجه مطالعه کتاب را محدود کند، اما این 100% و یا پره نیست و بناهن امروز هم افرادی هستند که به مطالعه به خوانش کتاب ذوق و علاقه زیاد دارند. مرکز خیرات هم تصمیم گرفت که سر از 1 ینوری سال روان به تمام شهر و نواحی کشور کتاب های نشر نموده خود، یعنی 24 نامگو کتاب هایی که مرکز خیرات تا به امروز از سیرخوانندترین کتاب های جهان را ترجمه و نشر کرد به زبان تاجیکی، به همه شهر و نواحی تاجیکستان دسترس نماید. ما باوری کامل داریم که ما این اقدام را به خوبی از آدش میبرایم و شما از خانه نشسته میتوانید کتاب های ما را فرمایش دهید. به همین شما مطالعه خوش، زندگی آسوده و برار آرزومندیم. با خیرات بمانید تا بهترین ها را بخواند.